سلام رفقا، وقت بخیر. با سریکاری کولر همراهتونیم. زدن کلاف دور تند با سیم 95 آلومینیوم و قالب‌های دور تند و یک سرم. محمد جان بیا جلو. اینجا اول دور سیممون رو دور قالب میپیچیم. دور و نیم میشه تقریبا. ته سیممون رو ما نشون بده از زیر. این سر سیممون رو اینجوری رو به بالا میدیم که بند بشه، در نره. بعد کلاف رو صفر میکنیم. کلافمون رو صفر میکنیم. صفر میشه. شروع میکنیم به زدن کلاف. قالبا رو تا ته اول بدید. بعد شروع کنیم. اولیش میشه 40 دور. یعنی 39 شد 40. باید کلاف حلقه رو عوض کنیم. میایم اینجا یک دور دستی میریم. بعد شروع کنیم. دومی میشه 85 دور. 40 45 و 45. 84 شد 85 میریم بعدی. صد 29 شد 130 تمومه. برای اینکه ما سری کاریم و میخوایم سرعت عمل بره بالا، محکم نمیبندیم چیزمون، فقط یک رابطه رو میدیم به چپ. این نکته مهمیه، رابطه به سمت چپ باشه، یعنی رو حلقه قبلی. سیمو میندازیم روش، فقط صفر میکنیم، دور میپیچیم دورش، تموم. به همین راحتی. شاید همینجا اشتباهی شد براتون. کلافمون که به این شکل در اومد، قالبا رو میکشیم جلو. سیمی که اول بسته بودیم رو باز میکنیم، دور و نیمشو. بعد کلاف پایینی به حساب قالب پایینی رو میدیم بالا، کلاف آزاد میکنیم، قالب رو جا میزنیم سر جاش که اینجا خلاص بشه. بعدش سه تا کلاف رو برمی داریم بالا، قالب رو برمیگردیم سر جاش بالایی رو. این رابطمون رو جمع میکنیم دور این چوبمون بیفته که باز نشه. بعدا دور چوبمون که افتاد، محمد از این زاویه بگیر. این کشو میندازیم دور کلاف و چوب به این شکل. دیدیم شما باشین. بله. رابط اول، کلاف اول، سه حلقه اول به دومی یه مقدار بلندتر میگیریم، تهشو اینجوری میدیم داخل. محمد از نزدیک بگیر. از اینجا بره این زیر که گیر کنه. بعد میاریم اینجا. خب دوباره بومین پیچو صفر میکنیم. دور سه دور با دست میپیچیم که سیممون، این سیم قبلیه که اینجا بود، بیفته زیر این، گیر کنه، در نره، شل نشه کلافمون. دوباره شروع میکنیم. 40 45 45. 39 شد 40 میریم بعدی. هشتاد 84 شد 85 بعدی. و 130. سیممون رو صاف میکنیم. رابطه رو میدیم سمت چپ، شروع میکنیم به بستن. خیلی راحت، گره نمیزنیم، نمیدونم سیم بلند نمیگیریم، چون ما سری کاریم. سرعت از همه چی مهمتره. در اصل سرعتی که هزینه ها رو میاره پایین و قیمت سامپل موتور میاد پایین. همه رو که بستیم، قالبا رو مجدد به اون شکل قبلی میکشیم بیرون. اینم میدیم بالا، کشمون رو در میاریم. دیده میشیم یا اصلا اینجا بستیم میذاریم سر جاش کلاف رو. رابطه اینجوری جمع میشه. دوباره کش میندازیم و کلاف سوم. این سری رابط رو کوتاه‌تر میگیریم، مستقیم میاریم تا زیر قالب. دوباره بندش میکنیم به اون شکلی که گفتم. یکی دور با دست میدیم که سیم رو سیم بیفته، در نره. من صفرش نکردم برای اینکه اشتباه نشه. سعی کنید باز کنید، ادامه ندید. یکی دور با دست میرم روش دوباره. باز کنید کنید بزنم. 40 84 شد 85 بعدی. اینم 130. مجدد سیماشو میبندیم.
شما نباید زیاد با کلاف بردارید. وقتی کلاف بردارید پت میشه، هم برای شما درد سرساز میشه، هم برای کسی که جا میزنه. خیلی راحت، اصلا کار زورکی نیست، فقط با ملایمت. باید ببینی گیرش کجاست اگه از قالب در نمیاد. اصلا کار زور نیست. کلاف سوممون هم که انداختیم، کشمون رو میندازیم. یه مقداری سرعت کلاف سوم زدنمون، اینم بهتون میگم، رابطش رو مثل کلاف حلقه اول به دوم بلند میگیریم. یعنی شد حلقه اول به دوم بلند، دوم به سوم مستقیم و کوتاه، سوم به چهارم مجدد بلند. بعد دوباره ست میکنیم، یکی دو دستی و میریم. گفتم کلاف آخر رو سعی میکنیم یه مقدار آرومتر بره، چون حجم سیمات سنگین میشه، یه وقتی کله نکنه و در بره به هم بریزه. مخصوصا وقتی کلاف مخ باشه خیلی سنگین میشه و اصلا نمیشه با سرعت بالا رفت کلاف سوم و چهارم میشه. سیممون میکشیم، شروع میکنیم به بستنش مجدد. تقریبا 30 سانت سیمو میگیرید، قطعش میکنید و شروع میکنید به حلقه کردن سیم. اینجوری و همین راحتی کلافمون رو در میاریم. خیلی راحت کشمون رو آزاد میکنیم، سلقه آخر رو با بقیه سر جمع میکنیم، پایه رو میکشیم عقب، پایه‌مون رو در میاریم، رو به پایین میگیریم و همین راحتی در میاریم. کلاف دور تندمون آماده است. حالا برو عقب. کلاف دور تند تقریبا 3 تا 5 دقیقه زمان می‌خواد، بستگی به نوع زدنتون، سرعتتون. اگر بیشتر از این زمان برد، بدونید که یه جای کارتون میلنگه، باید سرعتتون بیشتر کنید. بقیه کلاف‌ها هم در ادامه براتون میذارم. خب رفقا، دور کند آلومینیوم میخوام بهتون بگم. حالا با قالب‌های یک سرمون توی سری کاری کل قالب یک دسته، رابطاش به هم دیگه وصل، نیازی به وصل زدن آخر کار نداره. اولا آمپر بهتری میده چون وصل نمیخوره بهش، دومانش هم سریعتر موقع جا زدن دیگه. تو سربندی هم اذر نمیشه، کلا 6 تا سیم میاد بالا، همونا رو سربندی میکنه. حسن جان بیا نزدیک. سیمتون رو تقریبا 25 تا 30 سانت میگیرین، 2 دور سر قالب میپیچین، 1 دور، 2 دور، 2.5 دور تقریبا میشه. تهش هم ما یک پیچ اینجا گذاشتیم، به این وصل میزنیم. این چوب رو درست کردیم، سر قالب میذاریم. اول قالبا رو تا ته هول بدید جفتشو، بعد چوب رو سر قالب میذاریم. چرا؟ که سر قالب و ته قالبون یه اندازه باشه. اگر این چوب رو نذاریم موقع زدن فشار میاد، این قالب جمع میشه، سر قالب میشه کوچیک، ته قالب میشه بزرگ و قالبتون یک دست در نمیاد، موقع جا زدن خیلی اذیت میکنه. وقتی چوبمون رو گذاشتیم عدد رو 0 میکنیم، 2-3 دور با دست میپیچیم که چی بشه؟ که چوبمون رو سیم نگه داره، نذاره در بره. بعد هم شروع میکنیم بزنن. تعداد دورش هم 70-70 با سیم 60 آلومینیوم. اصلا اینجا نشون بده. هر وقت 69 شد 70 یعنی باید رد بشی بری کلاف بعدی. و سیمی که بستین همیشه باید بالا باشه. اگر پایین بود بدونین یک جای کار میلنگه، یا شمارشگرتون داره اشتباه میزنه یا شما دارین اشتباه میزنید. میریم بعدی به این شکل. اصلا دیده میشه. حالا یکی بعدی 2 هفته 14 تا میشه 140. شروع میکنیم بزنم. خب اصلا دیده نشون میده. 139 شد 140 یعنی دوباره باید بریم بعدی. 3 هفته 21 یعنی عدد بعدیمون میشه 210 تا. (209) شد 210 دوباره بعدی. با ضریب 70 هی میریم جلو تا قالبمون تمام بشه.
4 هفته 28 تا، اینم شد 280. 79 شد 80. میریم بعد. اگر اضافه رفتیم باز کنید خیلی راحت. 349 50. دوباره بعدی. $420. 490. اول از همه وقتی که میخواین کلاف بزنید سعی کنید سیمتون رو ثابت نگه دارید، به چپ و راست نرید. بعد که هم سرعتتون زیاد شد هم دستتون راه افتاد، تو کل 70 دوری که میخواین بپیچین 2 بار یا 3 بار میتونید اینو ببرید اینور ببرید اینور که کلافتون دوندون و مرتب بشه. اگر نتونستید و دیدید میپره رو قالبای بغل دستی، فقط سعی کنید دستتون رو ثابت نگه دارین، خودش یعنی عالیه، کلافتون خیلی مرتب در میاد. 490 بعدش میشه 560. 490 70 560. 560 اونم 70 میشه 630. $29 شد 30. میری بعدی. $10 70 70 تا اینجا رو 700 عوض میکنید. 2 تا کلاف دیگه میونه، کلا 12 تاست. 11 تا 70 77 تا میشه 770. آخریش هم میشه 840. به 840 که رسیدین سیمتون رو صاف میکنید. یه تیکه سیم بلند اندازش دیگه به مرور دستتون میاد. ما از اینجا میگیریم تا اینجا قطعش میکنید. برای بستنش استفاده میکنید. رابطه اول از همه رابطه باید با کلاف سمت چپی، حلقه سمت چپی بسته بشه که رابطاتون موقع جا زدن کوتاه بلند در نیاد. اینو خیلی دقت کنید. سر سیمتون رو مثل چنگک میکنید، از زیرش رد میکنید بیاد، سرش رو میگیرید، یک گره محکم میزنید، یکی دو دور تاب میدید. از این به بعدش دیگه نیازی به گره زدن نداره، فقط سر سیم رو چنگه میکنید، از زیر رد میکنید، از داخل دستتون از اینجا از این ور میگیرید، میکشید به راست بعد به چپ، همین به همین راحتی. دوباره چنگه از داخل دست میگیرید، میرید به راست بعد به چپ تا جایی که میتونید بکشید که کلافاتون به هم نریزه. این رویه رو تا آخر کلاف انجام میدید، پشت سر هم دیگه. کل قالب، کل سیما همونجور که منظم زدید چفت هم دیگه محکم میمونه. رابطه همه با حلقه سمت چپ. رسیدیم به آخر کلاف. چوبتون رو در میارید، چوبی که از قبل جا زدید، حالا این یکم صفر شد، شانس ما موقع فیلم گرفتن. چوبتون رو که در آوردید دور آخر فقط دور سیم میپیچید، نیازی به گره زدن نداره، ولی 2-3 دور بپیچید که سیم صفر بشه. چند تا کلاف که بزنید اندازه دقیق سیم دستو میاد، نیازی به قطع کردن نیست. بعد که قطع کردین ادامه سیم رو دورش میپیچید، این رو به اندازه 30 سانت تقریبا میگیرید، قطع میکنید، سیمتون رو یک جا آویزون میکنید که در نره. اینو حلقه میکنید، گردش میکنید، میچسبونید به اینجا. ته سر کلاف هم که زدید اینم باز میکنید، اینم حلقه میکنید، میچسبونید به اینجا. قالبتون رو یکی پایین یکی بالا هول میدید که بیاد جلو. بعد که شل شد دوتایی رو با دست راست بالا دست چپ پایین میکشید بیاد جلو. پایینی رو یه مقدار میچرخونید، میدید بالا، بازی میدید که به جای گیر نکنه و در بیاد. بعد که در آوردید مستقیم میزنید تو قالب، دست راستتون رو
دست چپ رو صاف میکنید، دست راست رو میذارید روش، قالب رو که گذاشتید یک نیم دور میتابونید پایین و بالا و رو به عقب، خیلی آروم پایین بالا میکنید که سیم گیر نکنه و خیلی آروم هم رو به عقب میکشید. به همین راحتی در میاد. دوباره قالب رو میزنید سر جاش، کلاف کوچیک داخل کلاف بزرگ، به این شکل جمع میکنید، هی جمع تا به آخر برسه، داخل همدیگه میکنید که فضای کمتری بگیره، کلاف انقدر میشه. یک کلاف موتور دور کن تمام شد. به همین راحتی. توی سری کاری سرعت از همه چی بالاتره، هر چی سریعتر بزنی بهتره. من خودم مثلا وقتی میشینم به قالب به کلاف زدن تو 2-3 دقیقه هر کلافو میزنم. اول از همه قالبتون رو درست کنید، بعد یک موتور لباسشویی یا کولر میتونید برای بوبینتون بزنید با یک پدال چرخ خیاطی. اگر هم قالب یک دست نداشتید میتونید همونجوری که تو دور تون بهتون توضیح دادم با این استفاده کنید. هر دو دوری که میزنید دور تون کن بذارید داخل این کش ببندید، یکی بعدی. تو ویدیو قبلی بهتون گفتم چیکار کنید. حالا استارت هم که براتون زدم، سیم استارت هم بهتون توضیح میدم. خب رفقا، این قسمت کلاف زدن استارت موتور 1 2 3 4 حالا فرق نمیکنه، یک سوان همینه، فقط اندازه قالبا تغییر میکنه. مثلا که میاد نزدیک. دوباره برای دور استارت هم این پایه و چیزا رو میذاریم، اندازه قالبمون رو 72 میکنیم. برای 1 2 3 4 72 73 اوکی. بعد سیممون رو بند میکنیم مثلا میشه 2 دور، صفر میکنیم میریم. حلقه اول 20 داره، حلقه دوم میشه 30 دور، 20 و 30 50. حلقه سوم 35 داره، به سرجم اینا میشه 85 دور. 20 30 35 30. یک کلاف ستایی داره، یک کلاف چهارتایی. کلاف ستایی، کلاف چهارتایی. دو تا یعنی ستایی میشه، دو تا چهارتایی. ستاییه رو که بند کردیم کش بستیم میریم سراغ چهارتاییه. دوباره سیممون رو میبندیم، دو دور با دست اینه که سیمو نگه داره. مجدد 20 30 35 30. این سری کلاف قبلی ستایی بود که بستیم، کلاف چهارتاییمون رو یکی بعدیش میشه چهارتایی. قبلیه روی 85 تمام شد، ولی این یکی دیگه داره، میره تا 115. چهارتاییمون هم میبندیم. حسن جان نزدیک بگید بچه‌ها رو ببینن. اولش سر سیممون رو چنگه میکنیم، از زیر رد میکنیم، همه رابطه با کلاف سمت چپ مثل دور کن که بهتون گفتم. اینجا رو یک گره میدید، گره هم که گره نیست، تابه، یک تاب محکم برای اینکه سیم باز نشه. بعد که بستید بقیه رو مثل دور کن حلقه میکنید، از زیر رد میکنید، میکشید به راست، بعد به چپ. افکان سیم کوتاه برداشت. خب چهارتاییمون هم که بستیم، قالبمون رو در میاریم، کلافا رو در میاریم. اینجا هم میذاریم زیر کش مرتب که در نیاد از هم بپاشه. و دوباره اول یه ستایی زدیم، یک چهارتایی، این یکی دوباره میشه ستایی. اینم بهتون بگم مثل دور کن
اینجا 22، 19 شد 20 یعنی بعدی. اینجا که میشه رو 32 میشه 52، 49 شد 50 میری بعدی. و یک چیزی هم بگم، مثل کلاف دور تند که رابطه رو باید تغییر میدادیم، این نیازی نیست. رابطه رو مستقیم ببرن زیر قالب بعدی، نیازی به اندازه قالب بکنن نیست. اینجا رابطه کلاف آخرمونم که میشه 4 تایی، 114 شد 115 یعنی تموم. اینم میبندیم. حسن جان چند دقیقه شد فیلم؟ 5 دقیقه. خب نگاه کنیم، من توضیح دادم، عیب گفتم، همه چیزو گفتم، کلاف شد کلا 5 دقیقه. یعنی در حالت عادی شما بخواید بزنین باید هر کلافی رو نهایتا 3 دقیقه 3 دقیقه و نیم بزنید. حتی اگه چون موقعی که میشینید به کلاف زدن پشت سر هم دیگه میزنید سرعتتون میره بالا، مثل سریکاری که سرعت میره بالا. یعنی تو 2 دقیقه و نیم 3 دقیقه باید یک دونه کلاف بزنید. هر نیم ساعت 10 تا کلاف باید شما بزنید. 30 ثانیه همیشه میگیریم، حلقه میکنیم. حالا این کلافایی که بستیم آزاد میکنیم. کلاف آخرمون هم از قالب در میاریم مرتب. وزنش هم بین 175 تا 185 اوکی. اینم تمام شده کلاف.